میخوام یک راز مهم درباره فیروزه نیشابور بهتون بگم که خیلی وقتها دقیقاً ما از همینجا دچار شک و تردید میشیم. بزرگترین اشتباهی که در موقع خرید سنگ فیروزه ممکنه رخ بده این که ما فکر میکنیم هر سنگی آبی تر باشه اصلتر و ارزشمندتره. اما حقیقت اینه که حتی بعضی از زیباترین و آبی ترین سنگ ها ممکنه یک فیروزه اصل و طبیعی نباشن. پس اشتباه نکنید. گاهی یک سنگ تقلبی از دور یک نمای زیباتری داره اما ارزش واقعی نداره و یک فیروزه اصل و طبیعی نیشابور ممکنه یک ظاهر ساده تری داشته باشه اما ارزش واقعیش چندین برابره. پس برای انتخاب سنگ فیروزه به هیچ عنوان اول سنگ فیروزه را با چشمتون انتخاب نکنید. اول به دنبال اصالت و هویت سنگ فیروزه باشید و بعد به دنبال رنگ و کیفیتش. امیدوارم این مطالب برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. خوشحال میشم نظرتون رو برام بنویسید که آیا تا الان شده سنگی رو فقط به خاطر رنگش انتخاب کرده باشین و این ویدیو رو بفرستین برای کسی که عاشق سنگ فیروزه.